مشتری عزیزمون تماس گرفت با هم، گفت ماشینی که ثبت نام کرده بودن و تحویل گرفتن، به خاطر همین می‌خواستن بیان پیش ما که خدماتی که تو مجموعه انجام میدیم و براشون انجام بدیم. جمعه صبح بهشون وقت دادیم، تشریف آوردن. قسمت‌های داخلی ماشین نیاز به گلس داره، قسمتایی که مشکی براق هست روی مانیتور، کنسول وسط و همینطور قسمت سردنده و کولر عقبش که خط و خشت نیفته. شروع کردیم به نصب گلس با دقت و ظرافت بسیار زیاد، یه جنس درجه 1 که دیگه خط و خشی روی کنسول وسط نیفته. همینطور قسمت‌های مشکی براق دیگه ای که داره همه کاراشو براش شروع کردیم به انجام دادن. قسمت پاره‌کابی‌های ماشین هم دیدم که لازمه که جلوگیری بشه از افتادن خط و خش، اینجا رو براش تمیز کردم. بعدش شروع کردم به نصب پاره‌کابی با نوشته آریزو 6 روی این قسمت پاره‌کابی عقبش هم براشون نصب کردیم. یه مقدار عقبی‌ها کوچولوترن به خاطر اینکه اونجا فضای کمتری. برای قسمت زیر دستگیره‌هاش هم گلس نصب کردیم، همونطور که مشاهده می‌کنید که جلوگیری بکنه از خط و خش افتادن روی زیر دستگیره‌ها. یه اتفاق رایجیه که ناخن گیر می‌کنه و خط و خش میفته این زیرا. بعدش هم رفتیم سراغ نصب شیشه دودی‌ها به انتخاب مشتری عزیزمون. کابین عقب یا ستیکه عقبو براشون شیشه دودی تیره‌تر زدیم و شیشه‌های جلو رو یه پرده روشن‌تر که دیدشون زیاد کم نشه. البته نسل جدید شیشه دودی‌ها از بیرون به داخل ماشین دیدو کامل میگیره، ولی از داخل ماشین به بیرون دیدو زیاد کم نمیکنه با یه نصب درجه 1 و ترتمیز. این هم نصب گلس قطعات داخلی. یه لایه خود ترمیم 170 میکرونی میاد روی قطعات مشکی پیانویی و مانیتور و کنسول وسط، باعث میشه دیگه خط و خش به این راحتی ها روش نیفته. کار ماشین انجام شد، ماشین تحویل مالک محترمشون دادیم. ممنونم که ما رو انتخاب کردن. شما هم اگه ماشینی دارید که نیاز به خدمات مجموعه ما دارید، میتونید زیر این پست اسم ماشین رو کامنت کنید یا دایرکت بدید به من که قیمت دقیق خدماتی که براشون انجام دادیم و براتون بفرستم. یه آرزو 6 دیگه هم داشتیم که بعد این ماشین رفتیم سراغ انجام خدمات اون ماشین. ممنونم که همراه ما هست.